دوم مشکل شما ایستن که تمامتان هوشیار هستین و تعلیم یافته و تحصیل یافته هستین و ما مردم که هستیم هوشیار نیستیم. ما جنگ میکنیم، شما شعر میخوانین. هر کدام تن که ما خلاص کنیم او بی سواد است و پدرش بی سواد است و خودش نمیفهمه او شادی باز است و ما خو امرای مردم گپ میزنیم که او هوشیار باشه. یه ما جدی میگم مشکل شما میست که بسیار هوشیار هستین جدی. و مردم اولی را بفهمین که امی جنجال از هوشیاراست یا از بیعقلا. شما اگر مواری بیعقل زیاد می داشتین افغانستان شما می بود. افغانستان خواز عقل ما نگرفتیم، با عقل گرفتیم، با دکترا گرفتیم. یک عقل ما آوردیم گو خوردیم اشرف غنی را هم سقوط داد. اگر بجای از یک بیعقل می آوردیم با قرآن اگر افغانستان سقوط میکرد. شما تمامتان اشرف غنی هستین، مطالبم داریم. میفهمین امی چند روز که شما حکومت داری کردین به خاطر چی کردین؟ به خاطر ازی که بیعقلا داشتین. چند تا امو گفته که شما پیشتر گفتین که لندغر نگوین. با قرآن اگر بر شما کس لندغر بگوی افتخار کنین، اگر بر بگوی که دکتر بشرمین. کدام دکتر تا گو کرده؟ یک دکتر تا بر من نشان بتی با می افغانستان. یک انجینیر تا بر من نشان بتی که با افغانستان بر شما کمایی کرده باشه. خود تمامشان به فامیل خود کار کرده میرن. اگر پنشیری بود اگاندرابی بود اعظمی لندغری خودکار گرفت نرواری سر پشتونا حکیم بود. طالب زد، گلبدین زد، دکتر نجیب زد. کی زد؟ دکتر خونه زده. کدام ماسترتان جنگ کرده؟ و بیادر اموم نفرایتان جنگ کرده که پونتون نرفته بود یا در نصف مانده بود یا هیچ درس نخوانده بود. تمام افتخاراتان بیسواد آورده و پس که برد کس بگوی که بیسواد هستی کاپیسایی دست پای نکو بر من باز امتحان از پیشتن میگیریم. ما خوی جایی تر گپ نمیزنیم. با پشتونم میگم بر تو میگم با دیگه میگم. ما یه جا دا گراوند ریالیتی گپ میزنیم. بیا دم تمام تاجیکایتان مرد آدم کی بود؟ مارشال فهیم. ما با صفت پشتون رو تسلیم میکنم که مرد بود. نه دکتر عبدالله تان مرد بود، قانونی تانم خوب بود، یک کمی هوشیارک بود، دیگه کدام مردی داشت؟ با قرآن که مارشال فهیم بود که بر شما تمام چیزا رو داده بود و امور بی پونتون نخوانده بود. نه ماستری داشت نه دکترا. بین بر ما بیار همون نفرایتان که ماستری داره که با قدر مارشال فهیم بر شما کمایی کرده باشه. خود احمد شاه مسعود کدام پونتون خلاص کرده بود؟ کدام ماستری و دکترا داشت؟ بیادر نکنین بیادر. سر شما سر یعنی القاب بسیار زیاد میم همینطور چیز تین القاب باید میگم برد. انوری صاحب شما محترم دکتر صاحب انوری هستین. بعد ازی برو امی کاپیسایی خودتان مفوق دکتر هستی، دکتر محترم، انجینر معلم محترم هستی. برو خود جنگ نکنین. جنگ نمیتانین نکرده میتانین. ما یک لندغر هستیم پایلوچ. برو من پایلوچ هستیم شما دکترا برا و انجینرها در دفاتر بشینه. ما لندغرا باید در افغانستان باشیم حکومت داری بکنیم. چون در تمام دنیا مردم که حاکم است زور داره بیادر. شما چی فکر میکنید که امریکا با عقلی جشیشته؟ با قرآن که امریکایی زور نداشته باشه که یک روز در تمام دنیا حکومت داری کنه. تمام کارشان پنتاگان که باشه با ستیت دیپارتمنت میگه get the fuck out of here. ما پنتاگانی جا آمدیم. میلیتری که بیا ستیت دیپارتمنت میگریزه. you know what I'm saying؟ هیچ دیگه باز چرقص کردن نمیتونه. چرا گن که باشه قلم برتن میده میکنه. قلم تا او سرحد خوب است که گن سرش جور کنی. گن که جور شد دیگه قلم بنداز. اورم در وقت جنگ ما برت میگم شما چرا قار هستین بر من لندغر گفت؟ هر کس که لندغر گفت نوری میگه ما برتان میگم که شما برش بگن. حالی که بر من نمیگم برتان، اگه بر من شما بگن که تو طالب هستی دم دلت رو خوش میباشم. هر پشتون چه خوب بر من میگه که تو طالب هستی، مگر بر میگم نگو بر ما طالب یک رقم. من میگم کاش که ما طالب شو میگه غیرت داشته باشیم که
جنگ کنم نفرار ایسو ایسو کنم انتر بنتر کنم در قصه مردم نباشم. نیست یک غیرت نیست در ما مردم. ما طالب شدنی نیستیم به خاطر اینی که نمیخوایم شده نمیتانیم. ما پشتونا به غیرت هستیم، قدر قوی نیستیم. مگر ماست و ما ممدرد میگم او نمیتانه. امی حبیبی تو تاخیر آمد. این خوانوری تو بودی. شما یک نفرتان مایک باز نکردین که گفت کی تو روی تو مکتوب بشی. تو خدا را قبول نداری. تو چرا پشت مجاهد گرفتی؟ به خاطر ازی نه که تو مجاهد خوش نداری، به خاطر ازی که تو دین را خوش نداری. حمید کاکا عالمی طالب در کجا جنگ کرده؟ طالب در کجا جنگ کرده؟ در کجا جنگ والا این کرده؟ سوال خو ما جواب کرده شما نمیتونیم. یک کوچی را آورده بده بالا، کوچی گپ زده روانه شما بشنوی. خود تو سواد نداشته باشی چه رقم جنگ اجازه میکنی؟ بده براوس بره جنگ صاحب، با باش اجازه بده براوس صاحب. گپ بزنه. چی میکنی؟ جمع که بدر یک کوچی افغان آورده. براوس صاحب. را فیضان صاحب بداریم کوچی چی باشه گپ ایگه بزنه. اینمی اینم صاحب حالا میره برات خودش گفت. حالا میره خب میال خودش برات گفته میره، خب تو نمیخوای بشنوی برادر. خودش میگه من چیزی که هستم به اون افتخار میکنم. حالا یه کوچ بودن به نظرم کدام گپ بد برش نیست. انواری صاحب 2 نفر خوب گفتن و غیر 100 نفر مستقیم دیگر را توهین توهینت کردن کار کرده خوب روان نیست. است. غیر مستقیم این کوچی بسیار 2 توهینت نفر میکنه. خوب میگه 100 نفر دیگر را توهین سایکو میکنه. سیام کافی عزیز. است یک دقیقه حالا باش شما هم انوری حوصله اجازه داشته بده. باشم گپ ما را انوری یک بشنوی. دقیقه اجازه بده لطفا. گوش که کوچی خب صاحب، سگ دقیقه یک کار خب ما میکنم. باش جنگی ما هایتان گپ خود دیدیم. گوش خلاص که کنیم سایکو شما دیگه. چندان براوس جنگی صاحب. هم نیستین. براوس صاحب. هم یک دقیقه لطف بگو هم گپ ما هم خلاص گپای ما شود. خلاص میکنم. شما تاجیکا اینم تو کلت هستی، کلت بگیل هستی. کوچی نه را آورده. این کوچی خود رو آورده 2 دقیقه بعد نمیخواد. خودش. نوبت ماست. خیر بان که وای عزیزمی فیضان گپایش خلاص شوه. باز نوبت خودت از گپ بزن. ما انوری صاحب خودت زیاد نمیشناسم. با مون نفرای تاجیکایی که سر ما کار است برش بگو فیضان میگه که شما نوشته کنین. با قرآن این رو برات میگم شما نوشته من کنین. خودم هم کار هستم، من نوشته نمیکنم، گیرت بکنم نه پول تا میخورم، حال نه حضورم نمیرسه. انوری ما چی میگم برش میگم که یا نوشته کنه بر ما روان کنه که در ارز پیس همو چیزا را که یا نوشته کرده ما بگویم. اگر من نگفتم ما بچه خر باشیم شما تاجیکا بشینین در هر چیز که در ذهنت باشه که شما ما برد بگویم که من شما را نمیفهمم. شما میگین طالب پشتون است سریازی جنگ دارین. ما میم به صفت شاهد ایجا اعتراف میکنیم که طالب پشتون است. شما میگین فیضان بندازین. شما بگوین که جنگ قومی است کس برد گوش نمیکنه. ما بیایم به صفت شاهد ریکاردینگ روم میگم که بله این جنگ قومی است. شما بگوین که مجاهد خوب است. ما میایم همیجا تایید میکنیم که مجاهد خوب است. با پشتون جنگ میکنیم. ما امی هر چیزی که شما میگین ما گپ من نریتیو شما را پیش میبریم. پشتون هم را به جنگ داره برد نوشتم میکنه که این دیوانه است گوش نکنی. چرا پشتون بر ما چیزی نمیگه؟ به خاطر اینکه زورش نمیرسه. سر ما زورش نمیرسه. حالی از ما چرا شما استفاده نمیکنین؟ اینی را من هیچ نمیفهمم. شما موارد دیوانه یک تاجک به پشتون بتین که چه رقم استفادهش میکنه. این طور استفادهش کنه در مقابل شما. حالی جامعه براو یک دفعه بر مقار است کاپیسایی دیگه جای بر مقار است دیگه. امی چی یعنی و اردوش افغان آمه است، اردوش افغان آمه است. چی امی چی که هستن اینجا ششته قلبم پشتون. اینی نوشته کن میگه سگ باشم افغان نه. خوب گوش کن دو پشتون ها سرش کار بود. ما گفتم برو روم جور کنم هم رایتن کوهوس میشه میگه نشدن نمیشه. ما گفتم میشم برو با پشتون ها داو بزن. aynen şişte. Rum جور کرد ما امرش کوهوس شدیم با پشتونا داو میزد ما کوهوسش بودم. ما گفتم دلت یخ کو خوب میگی برش بچه خراره دیگه چی کنیم برات. مگر بازم می جمعین به ما داو میزنین. حالی ما به این ایران ماندیم که کدام روز شما سیاست میکنیم. و خو که ما کوچی استم چیغ میزنی که بیسوادم هستم کوچی مست باز چرا میترسی که اینجا ما شما را بازی میتم اینجا شما را بازی میتم. ما هر گپی ما را که بگویم میگه اینجا خوالا بازی بر ما میتم کوچی ما هستم. و شهر و شهری شما هستین. حالی ما کوچی چطور بیایم بر شما را بازی بتم. چرا میترسی؟ آمد به تاجیکا گفت میگه شما بگیل هستین. به خاطر چی بگیل هستین؟ به خاطر که فیضان اینجا میگه
که گپای تاجیکا را تایید میکنه و مردم امی همدرد ما روز جنگ ندارم شما خبر ندارید مروما من نمیایید امی تمام مردم پشتونا را دو زده نمیرم درومی شما بیایم با پشتونا دو میزنم ما برتان میگم که اشرف غنی طالب است شما ای را گفتم نمیتانین و کس باورم نمیکنه من نگفتم برتان دمورم من نگفتم که خلیزات تنها به خاطر پشتون بودنشان اینی کارا را میکنه سرشان ثبوتم کشیدم من نگفتم اشرف غنی پشتون به خاطر پشتون بودن خودی کار همین کارا را شما 1 میلیارد دلار مصرف کنین ثبوت کردن نمیتانین و ما برتان تمامشان ثبوت میکنم خودم اعتراف میکنم ریکارد کنین نشر کنین که فیضانی ترگپ میزنه بعضی جمعین بر ما داو میزنین و بیادر شما سیاست رعایت ندارین ما برت میگم که بشینین امو صرافیتان پیش ببرین صرافی کنین خرکاری میکنین ماموریت میکنین با قرآن اگه یاد داشته باشین و ما را ایران برد بگویم انوری یک نفر بگوی که یک نفر دیوانه ما در بست وزیر کار کردیم دم با ما اشرف غنی در کابینه بودم من منبر کابینه بودم ما رئیس عمومی که وزارت ریاست ما خارج بس بود رئیس عمومی 34 ولایت کوچه های افغانستان بودم که در حدود 6 میلیون کوچه ها را من مدیریت میکردم مادام خرد و ریزه نیستم دا تا وزیرا را وظیفه ما سپیشن کلان بود دا تا برو هر کس که در از افغانستان اونمو خاطر من گپ تر رفرنس میتم از بچه های خورد ریزر یه هم دردمندر یا کل مامور بوده میفهمی انوری دیگه گبردم حتی این همی حالا که یگام تا میایه یعنی دین روزمو فضلی آمده بود باور که اینا جرات نداشتن پیش از او گپ بزنن فضلی را بگو دکتر ببی ما برچی بگو ما که من باز ریکارد میشه برو استازاتا را کی میشناسه ما رفتم استازاتا را گفتم که استاز تو که در کدام را میری را به ترکستان است بیا در کابل که ما تو را امرای اشرف غنی رئیس جمهور بشانم و موضوع تن حل کنم بر ما گفت میگه اتمر برم گفت من نرفتم این گپ ما ریکارد میشه میگه اتمر گفت نرفتم سلام رحیمی گفت نرفتم اکلیل حکیمی گفت نرفتم معصوم ستانکزی گفت نرفتم تمامشان صدراعظما و آدمای قوی بود میگه تو امازای هستی کوچیستی تو رئیس جمهور امرای ما شانده میتانی مکتوم بله بیا برو پرسان کن ما در ارگ را آوردم بر ما گفت در که می آمد او استاز بسیار زیاد احترام مرا داشت ما در ارگ گفتم با پی پی اس مکتوم ما استاز را میارم مگرم شرط ما است که موترایشان تا ارگ میره و هیچ تلاشی نمیشه هیچ رقم نی سگ نی امریکایی نی پی پی اس میگه چرا مکتوم بس همی آدم که از افغان است مرد است باید مردانگی کنین بان کرچی میکنین 9 تا موتر آورده بود ما در چاره آریانا ششتم اموجه استاد شدم موتر یک دو سی را استاد میکردم ما پی پی اس در مابین پی پی اس که عمومی ارگ مدیریت میکرد و خانی رئیس جمهور یک جنجال هم شد میگه هیچ کیس مرا میگه کی بر ما هدایت میتا چون من نفر اول هدایت گرفته بودم شفایی مکتومینی پروتکل ما برای با استازتا میتم این را ما میتم استاد نخواسته ما برم پرسان کو تمام موترش ارگ رفت و تمام مردم بر سلامی ایستاد کردم ما از این خاطر گپ میزنم که بیادر ما که با پشتونا میگم که یک مرد پشتون پیدا شوه بر ما بگوی که تو چی گو میخوری مگر ما آدم حداقل یک کاکر مکر واری آدم نباشه که نه در زمین سایه داشته باشه نه در اسمان ستاره داشته باشه ما تو مردم را سرش رشخان میزنم آدمی سیاسی یا قومی باشه یک داشته باشه پدر پشتون ما گوش کو ما بودم که با منظور پشتون داو زدم و منظور پشتون بر من زنگ زد با مورد داو زدنشان اینطور نه که بر من گله کنه میگه خوب کردی که بر ما داو زدی او طرف پشتونا را بس ما را ببینین که آفتاب شیرپا و چی فامیلی غفار خان را فامیلی محمود خان اڅکزی را فامیلی خود منظور و نورولی را بیادر ما او طرف بیخی یه طرف و ما با ایجا آمدیم با نرومی انوری ششتیم بر شما تمامی گپا را گفته میرم و برد میگم که نام مرا رفرنس بتین و تمامی تن میفهمی که برتن یک نفر گوی فیضان دیوانه بیا زو دیوانه هستم دیوانه چرا دیوانه نباشی ما د پشتو متل داره میگه ایتر گپا یا دیوانه میزنه یا زورور ایتر نگفته که تنه دیوانه میگه ایتر گپا را یا زورور میزنه یا دیوانه ما برد بگویم امروز
انوری ما دیوانه نیستم، ما زورور هستم. ما سر قندارم زورور هستیم، ما از فامیلم زورور هستیم الحمدلله که در کبر نبیه. فایزان صاحب همین بانو نهزت یک سوال کرده است تو یه گفته امره با که جنگیسته اشرف از امو خاطر مرا گفت سوال کن خودش گفت نمیکنم. میگم اشرف غنی را بگو که یکی شده بارای ساختگی رئیس جمهور شده یا بارای راستی تو خودم جریان بدی. بیا زور رئیس یک ساختگی. سوال ما هم دارم فایزان صاحب. با برادر، حالا اگر قرار باشه که کدام افغان صحبتاش گوش کنی، خب بیاری یک تا قنداری افغان اصلی را شما یک تا لوگری را آورده، احترام گنداری برش را در دسته مقابل ساز. ما گپ زدن به نمیتونه. همین خاطر اسپیکس آوردیم که او دیوانگی نکن. ما کوچی را انوری میفهمی، صاحب کوچی چی را میگه نه او را میفهمم نمیفهمی. دکتر فایزان، ولی گپ من است که همین چیزی که واقعیت از کوچی هستی لوگری هستی، ما کدام چیزی را بر خودت اضافه نکردیم. لوگری قوم رئیس جمهور بود دیگه. میفهمی ولی خب. حرف اول آخر در بین پشتونا قنداری ها گوش میزنن، کن، ما اگر یک قرار چیز دیگه باشه هم که برات گپشون بگویم. گوش کنیم، باید گوش کو ما گپ یک قنداری را گوش کنیم برادر، از گوش کسایی که کو. ما خودشان می موضوع را سالان باید مالیه یاد عزیزی دادیم. صاحب بگیرین. عزیزی صاحب خیلی همین یک باش که نکته را میگم، باز یا خودشان مالیه دادین، باز بگو همین گپازی خلاص ما یک کنیم. گپ ما طرف گپ بزنی که حداقل مالیه گوش نداده کو. باشه. ما در مورد قندار برات یک قصه کنم. خوب گپای تخی او خلاص گپای که ما هم باز خلاص میکنیم بگو چی زود میگه کده. هم یک بخیر سوال ما باشی. هم میکنم فایزان صاحب، باز امر اردیش جواب بده. بفرما وحید عزیز. سلام به همگی در اسپیس. انوری صاحب تشکر از اینکه در او اسپیس هم گپای لازمه به حد زدی. ادبیات بان دیگه یک دقیقه یک دو سه گپ دارم. ادبیات دلم دو سه تنگ گپ. میشه. امی یک دوستم همیشه حال نیست، این امی برادر همیشه میره دیگرها را میگه توهم دانایی داری، در حالی که خودش هم در چنین یک ردیفی است، نه یک موضع واقع و قاطع و سره داره، نه دفاع کرده میتونه و نه اما بحث به جایگاهش رسانده میتونه. متاسفانه همگی از خاطر از او توهین میشن. در ارتباط به فیضان صاحب ما گاهی ناگاه صحبت های تا میشنویم. یک موردی که من میخواستم خودت اگر لطف کنی کمی مفصل دربارش توضیح بدی، ای که خودت میاری مثلا خوشحال سادات با ننگیال، ما که میبینم فهم و دانایی خودت هم از لحاظ قومی هم از سیاسی و هم از زوره که ما دیدیم و خودت هم بعضا میگی در یک جایگاه خاص هستی، باز میایی مثلا تیوری یا گپای بسار هوایی که خوشحال سادات میزنه و نجیب ننگیال میزنه و باز با وا در یک ردیف در حرکت میشی، باز میری دنبال لر برخایی میشی. اینی بسیار جای سوال است که خودت من حیث یک کلان کوچیا حداقل در افغانستان چطور میری با یک بچه‌ای که دو سه روز نو در رکاب سیاست پا گذاشتن و سواد کافی هم ندارن و گپ اونا را تایید کرده در حرکت پیش میری. اینمی مورد یک کم یک وضاحت بدی اگر که اجازه دیدگاه باشه دمی بلکه ارتباط وضاحت چیست؟ تفصیلی میخوای خوانوری باز اجازه بده باز نگوی. بفرما خیلی اول سوال با او نکته را تا جواب خیاد بده دارم. به احترامش. او یا نه او را سوال ما خوی تو راستم که سواد ندارم مگرم گپاره میفهم. ببینین پیش از اینکه سوال وی جان را بیم در مورد کندهار ما برتن یک گپ میزنیم و شما برین کمی مطالعه کنین. خوب موضوع قندهار موضوع جغرافیا نیست. موضوع قندهار موضوع دینی است. در قندهار دو قوم در پشتونا بسیار بارز است. یک قوم غلجایی هستند که قندهاری غلجایی است. یک قوم دورانی است که قندهاری دورانی هستند. خب ملا عمر هوتک است. هوتک خودشان غلجایی است و میرویس خان هوتک نامشان شنیده باشین در تاریخ. او میرویس خان هوتک بود که او خودش غلجایی بود. خوب گوش کنین. ما خودم غلجایی استم. ما در لوگر غلجایی استم. ملا عمر و میرویس خان هوتک در کندهار غلجایی است. میرویس خان هوتک و ملا عمر و خود نورزایی ایبت الله هستند خودشان غلجایی است. اینی غلجایی، ما غلجایی، ننگرهاری غلجایی، در شمال غلجایی. ما مردم جغرافیا را چی نمیکنیم فالو، ما خون و دینی را فالو میکنیم. شما در اینجا مشکل دارین که در اینجا زندگی کردین این چیزا را نمیفهمین. چرا این مردم که هر وقت میگه ما میرویس خان، شما مترانهش گوش کنین، ما بچه میرویس خان هستیم. ندیدین در طالبا که ترانه میگه
یا میگه من بچه میرویس خان هستیم. میرویس خان یعنی که میرویس خان هوتک، او هوتک امرای وزیر دفاع که است یا بچه کاکا هستن. آل طالبا که میخواه باز در قندهار دو تا نریتیو است یا روایت است. یک روایت احمد شاه ابدالی است، یک روایت میرویس خان هوتک است که میرویس خان نیکه برش میگه. احمد شاه ابدالی هم از دورانی پشتون هستند و او بنیادگر افغانستان است، مگر پیش از احمد شاه ابدالی میرویس خان نیکه مالک و بنیادگر و بنسٹگر افغانستان بودن. پس دیگه بر تشریح نمیتونم. ایجا که شما بگوین که کندهاری بیارین، امو کندهاری با دینی از ماست. ما از پکتیا و لوگار اوجا دینی داریم، او دیجا دینی دارم. مشکل ما که مردم را گنگس کرده، مردم فکر میکنه که ما تن جغرافیا رو تعقیب میکنیم. ما جغرافیا رو بیخی نمیشناسیم که جغرافیا چی رو میگه. اگه جغرافیا رو تعقیب میکردیم پس در شمال که بود، شمال خود جغرافیا رو به پشتونای طور حساب نمیشه اگر اونجا پشتون زندگی میکنن. مگر برو در شبرغان مقامی همزایه داریم، همو جمره ما امرشان هستیم و هر چی گپی که باشه او رو ما چی میکنیم، سپورت میکنیم. برحال گپی او را رفت آمد گپی وید ما دایه ما لوی افغانستان است. هر کس خورد و ریزا زن و بچه دایه ما را کار میکنه، بر ما سنش هیچ مهم نیست. جنرال خوشحال سعادت با لوی افغانستان کار میکنه، خانه شناباد نفر ماست. نجیب ننگال اول نمیکرد، علی خوب سی پخته میکنه خانه شناباد. مجید قرار کمی یک رقم خود میزنه، باز ما او را ایسو کردیم امرشان جنگ دارم. امی عبیب خان تو تاخیل کافر او که اصلا لو افغانستان نمیخوای هر جای ما سرشان انداخت میکنم. همدرد را که ما امرش جنجال دارم به خاطر لو افغانستان است. آل همدردم پشتون ساختیم برد. اول همدرد نبود پشتون، آلی ما پشتونش کردم. هر روز میکوبم که روزی تو پشتون شد که ما قرار ما خود خاموش کرده بودم همدرد جنگ میکرد. میفهمین؟ ما میگم که ما مردمی هیچ کار ما بی پلان نیست، هر کار ما پلان شدگی هستن. شما فکر میکنید که ما بی پلان گپ میزنیم و ما یگانه نفر هستیم که پلان خود بر شما رسوا میکنیم و بر تشریح میتونم که اگر نه به مردم با $1 میلیارد نمیکنه. خو سوالی جاست که ما چرا رسوا میکنم؟ آیا اینی پلانه ما که رسوا میکنم و بعض مردم پلانه خود امرای ما شریک میکنه، ای به خاطر عزیز که ما بیعقل هستم؟ نه خیر، ما به خاطر ازی رسوا میکنم که من میگم شما را بفهمانم که او مردم ما ای پلان داریم. برین شما زورتن واز مای زورتن در کمرتن ببینین که زورت میرسه تا به پلان. یعنی اگه میرسه پیش برین، اگه نمیرسه بس پلانین برین. چون ما زورتن میفهمیم که زورتن نمیرسه. ما برتن را میتونم که آدم ما 140 میلیون انسان در مقابل تا ایستاد هستیم، زور ندارین در خانه بشینین. مازی خاطر پلان بر بسازید. اما سوال بانو نهضت جواب ندادی به دادم. نه اساس دیگه دیگه سیاست هدف از میکنی 140 میلیون است. بله در دینی 140 میلیون هستیم. جنگ که فایزان صاحب ببخشید همیشه یک گپ دگان بزنم. ما بیازو اینمی امی یک گپ وحید عزیز کوتاه تو باش میزنم، کم کوتاه سوال با یک نهضت کوتاه میره میزنم نمیره. اینمی دایه که خودت در فکرت است و به ما ملانی میگی، اینمی چه فکر میکنی چه وقت میتونه که ثبات در این اوضاع بیاره، در این افغانستان بیاره به قول خودت؟ و, وحید و یک عزیز یا گپ دیگره پشلو گپ که نمیکردن همین اینجا سوال نکن تاکید میکنی که احمد جای عبدالی بنیانگذار افغانستانی که پا خود تاریخ جعل شده و کاملا ثابت است به تمام ما که از زمان عبدالرحمن خان شروع شد دیگه. پا بنان شما دنبال یک ثبات هستی یا نیستی و میخوای که همین لوی افغانستان جور شه بر رقمش که باشه با وجود اینمی طالب باشه؟ فرض کو اینمی وضعیت فعلی افغانستان بره تا معتقی که شما دعوا داره، اینمی نفش به انسان افغان که خودت هستی چی است؟ خب تشکر. اجازه سنوری که سوالش جواب بدیم. خب جناب جواب بده وحید، تا که افغانستان و لوی افغانستان یک جای نشده تا قیامت ما جنگ میکنیم. انرژیم داریم، زورش هم داریم. از همین خاطر 2-3 تا خانم میگیریم که زیاد باشه 50% بموره، چند تا مار بخوره، یک چند تا زنده بانه.
ماندنوالش نیستیم، یک خلاص. و پنجابم آلی فهمیده که این بچه خراکی است نمیمانه. شما هم باید بفهمین و ایرم باید بگویم که به زندگی ما و شما افغانستان جور، لوی افغانستان جور میشه. ما و شما زنده می باشیم.